سلام بچه ها، مان هستم و خوش اومدید به این ویدیو. دوستان موضوع این ویدیو چیه؟ من اومدم تو این ویدیو شما اتچمنت تمام اسنایپ های بازی رو شما بدم و بیاید ازش استفاده کنید و بیاید اشغال کنید، انیمی ها رو پاره کنید. هر کی نمیدونم گنده گوشه بیاید تو دل کلکشو بکنید، یعنی دارش بزنید. به این صورته. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو، ولی صبر کنید. یه لایک و کامنت و دنبال که از شما وقتی نمیگیری، یه صابر ریزی هم بکنید که من کلی انرژی میگیرم و ویدیو رو زودتر آپلود کنم و ویدیوهای باحالتری میذارم و خفنتری میذارم. عشق منی. بریم سراغ اتچمنت ها. برم من آره اینجا هست اتچمنت ها. توندرا همون LWT که همه تو بهش میگید توندرا. اتچمنتش اینه که از بهترین اتچمنتاشه در واقع. اتچمنتی که من خودم به شخصی استفاده میکنم و راضی هستم ازش. اینم از این. امیدوارم اسمشو که یادتون نره. اسنایپ بعدی لوکاس. لوکاس شاید دمیج بده ولی به شدت اسنایپ خوبیه که باش بازی میکنید، یعنی جنگتون بالاست. این که از اتچمنتایی که خودم باش بازی میکنم. تمام این اتچمنت خودم استفاده میکنم. و شاید استفاده بعضی از اسنایپ هایی که به شما در آینده انگار قرار 2 سال دیگه در صورت از این ویدیو شما نشون بدم، شاید من استفاده کنم، ولی تست کردم اتچمنت هایی که تست شده دارم به شما نشون میدم. همینطوری زرت و پرتی اتچمنت نسیدم. اینم از لوکاس. اسکرین شات بگیرید که یادتون نره. اسنایپ بعدی SDR. اسنایپی که اصلا دمیج نمیکنه، معروفه به دمیج نکردنش. وان شات تضمینی. یا ببر شیرین نبود بیار در این حد. اینم از اتچمنتش. سعی کنید همه رو اسکرین شات بگیرید که یادتون نره. اسنایپ بعدی کوشگاه. اسنایپ که اگه کسی باش بازی و قلق گیری کنه، قلق خاصی ریزی داره. قلق گیری کنه یعنی به شدت خفن میزنه. این اسنایپ اتچمنتش هم که عالی، بردارید و اشغال کنید باشه. اسنایپ بعد. این اسنایپ اسمشو در واقع نوشته ولی من نمیخونم، بلد نیستم. اسمش که تازه اومد، بگم این 2 سیزن قبل، 1 سیزن قلب اومده. قلب ماها یعنی جن زدی با اون صحبت کردنه قبل. اتچمنتش یا باید استفاده کنید اشغال کنید، یعنی 20 تا تیر داره، یعنی شما تا خود صبح میسپرید این تموم نمیشه. ببین اسنایپی که کار وارزون اومده، چند تا ویدیو وارزون دیدم که این اسنایپش خیلی خوب باحال میزنه. اگه شما بخواید باش قلق گیری کنید میشه سریع بزن. اسنایپ بعدی اوتلا. اسمش اوتلا. اسنایپی که دمیج میکنه ولی بد میزنه. اگه بخواید باش بازی کنید، به شخص خودم پیشنهاد نمیدم ولی دیدم که کسایی باش بازی میکنن که فوق العاده با این بازی میکنن با این اسنایپ. این هم از اتچمنتشه. اسکرین شات یادتون نره. اسکرین شات نمیدونم یادتون بره بیاید نمیدونم ما هم بگید نه نداریم، همین هم اسکرین شات میگیری. فهمیدی؟ تربیت. این اسنایپ چی بود اسمش یادم رفت، ولی من دیدم قبلا از این استفاده بیش از حد، یعنی هر دست که استفاده میکردی همه یه دونه از این داشتن، همه دونه از استفاده من داشتم میزدم. میدم اتچمنتشو میدم، استفاده کنید استفاده نکنید به خودتون بستگی داره. بگید من دیل یادم میره. دیل گذاشتم برای آخر سر. اینم DL پدر تمام اسنایپ های بازی. اینم از اتچمنتشه، یعنی اتچمنت خوبشه دیگه. بیاید اشغال کنید.
بله 2 تا اسم میدونم. زدارجیه. زدارجی اسمی که اگه کسی باش بخواد دستش بیاد و قلقش دستش بیاد و راحت بخواد پای باز کنه به شدت بد میتونه بزنه. یعنی ببین اسمی که فوق العاده خوبه. شما باید با این دستتون بیاد. با این هم اسکرین شات بگیرید که یادتون نره. اسنایپ آخر نمیدونم کی میخواد از این استفاده کنه ولی چیدم دیگه. اونجایی نچیدم تست کردم. این دوگان از یه 5 نمیدونم چقدر طول کشید تا این دست بیارم. استفاده کنید دیگه. اگه هر کنم از اسنایپ ها رو تست کردی و بعد بده هرچی دوست دارید تو کامنت رو من بگید. یعنی من اینقدر به خودم مطمئنم که همشون رو درست دیدم. اینم از این ویدیو. بازم میگم یه لایک و دنبال انگار نیست. لایک و سابقا 2 دقیقه هم از وقتتون رو نمیگه ولی کلی میتونه انرژی بده. دوستتون دارم. امیدوارم تاتون سلامت باشه. خدافظ.